پالایشگاه نفت در منطقه آزاد اقتصادی دنقره آغاز کارش بارها عقب انداخته شد. تا حال فعال نیست. بیکار خوابیدن آن را به انگیزه های سیاسی ربط می‌دهند. اما نمیگویند کدام ها. شرح رئیس ناحیه سجادالدین سلیم زاده: بنابر بعضی حالت های به عمل آمده از نقطه نظر سیاسی همین متاسفانه همین مسئله موقوف گذاشته شد. پالایشگاه را یک شرکت مشترک تاجیکستان و چین ساخته است. رهبری آن یک شهروند چین بود. اکنون میخواهند آن را به یک صاحبکاری وطنی دهند. آن نفرانی که امروز میخواهند همین کارخانه کارکرد نفت صاحبی کنند واخوری برگزار کرده وابسته به مهلت و مهلت آغاز این کارخانه ما گفت و شنید میکنیم. این طرح حکومت تا کجا موفق می شود حالا معلوم نیست، چون که مقامات از سال 2016 به این سو بارها از آغاز کار آن خبر می دهند، ولی همانا بسته است. برای تامین آن با مواد خام با ده ها کشور گفت و شنید برگزار شد. بار آخر با آذربایجان. در هر نشست خبری بازشوی پالایشگاه یکی از بحث های همیشگی است. کارخانه‌ای که گفته می شود قادر است سالی از 300 تا 500 هزار تن نفت را پالاید و بنزین و دیزل را به مراتب ارزان کند و به مونوپولی واردات سوزشواری پایان دهد. کی پالایشگاه فعال می شود همین طرح نامعلوم می ماند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه دنقره.